میدم من آوردم خودت نبودی در خونه در محکم بودم قد زدم آخه من نبودم اکه خونه فرزندو هستن اویلم هستن نبود یک کسی اون درت محکم بود خیلی بیامون اکه میگه پورا اکه میگه چی میگین دیگه آخی چو کره الدین میگی وحیما میکنه یا نمود وحیما که میبینیش میگو خیلی اگم خیلی کتازان آیدا خیلی مردک کن بابای خودش هسته اخی با زندگیش با گپش هسته با چو کره چی وحیما کرد گوگو وحیما میکرد اینا دیدی اینا نگاه فکری چی پایداش گرگانه اون فکر پایدا میشه پایداش اینا نگاه اینو مشاهده که پایدا میشه السلام علیکم سلام علیکم اکه الدی شما نغزه سوزید السلام علیکم ما باشد در اینجا عکس شیش نگو ما کرش اکه الدین چخلی سوزید برو سوزید دیمون بلام شد کادو بریان میخریم باید دست خول نمیره کنی کودکدار شکر برادر میبرم اون همینجا بگو بگو که دیل شد باشه بچه میگم تو بچه دیل شد باز کنیم سلام این کادو خیلی نزدم داد برای نبیرو بود دسته اینا ببین ها کامون اون اینا بیرادو ها که نبیرو خسال میشن اینا با کادو گرفتیم خیلی بسیار ممنون دیگه نزد کردی شکر همه اکه جوره خونه میگم شو کرده همین و گفته سکی خانم تعمیر کردم همین خانم بینی های خوش رو تعمیر کردم اکه این مردک چهار خونگه خیلی ما سه خونگه میگم اکه همین خونه منم تعمیر کردم همین سال بسیار خونه خوش اومده میگم که خیلی چهار خونگه خیلی زور تعمیر کده ایختم تعمیر خوشو کدگه که میبینی دهد میکنه اکه یک گفت سرجون خانه اکه جوره خورن چهار خونگه هم باشه کو با یک خونگه منم میبرویم چه خیلی که اینا نمیرونه بوده میگه هیچ چخیلی گفتی؟ سه خونگه چو کرن؟ خونه چهار خونگه اوخی؟ اگر همین چهار خونگه شه همین بیستر همین 100 تعریف هم کنه کو یه با همین یک خونگه من نمیرویم نه خود همین یک خونگه تو با همین سه خونگه و چهار خونگه برابر باشه زوره یک خونگه زوره تو اکه به چند خونگه؟ ما سه خونگه با تمام عجوب بوده سه خونگه؟ تعمیر کردیم با همین اکه ببینی دهن میکنه نه که وقتی میره خانه مرا میبینی قایل بشی شما دیگه خانه چهار خونگه تو تعریف نمیکنی بیخنده همین شما آدم قرش میبینی نه چهار خونگه تو نه سه خونگه تو در خانه یک خونگه من راست نمیاد نه که اگر همین راست نیومد کنیم کدرا بریون میکنیم میخریم در اونجا فهمیدی ما اگر همین راست کدرا بریون میکنیم میخریم اونجا آخه چی داره این خونه خود یگان جین داره یا گپ میزنه خطی آدم خونه او خیلی کنی بیا رفتیم خونه اکه جوره خونه بینه خونه من بینه او خیلی یک خونه نزدیک ها بیا رفتیم بیا بریم خونه تر بینیم رفتیم بیا سمایه جان سمایه السلام انا بیا خیلی کی سازی نغزی کیه این جیانچه من جیانچه انا کنی اینو رقم اینا میتونی برونه اینا میتونی خونه بار بازه اما کشت منتو ببازی منتو خونه بار یک کدو بریون میکنیم خونه بار انا بینه گرفتن شدیم جیانچه بار نگاه کنی خدا کلام شد انا رسیدم جرا انا روز میبینیم میبینیم یالا یک لحظه یالا خیلی با چو خستیم السلام آفرین سلام اینا همه همسایه ما این دونای کال آفرین در آمدگاه خانه ما تربیهشو ناز نه تربیهشو بیا لکن الان قریب رسیدیم حاضر دلشو جان درکشو یا سلام علیکم هم مردم سوزی ساسون اکلشون بیو بگو لیمون رو بیو بگو بیا دلشو جان یه همسایه من اکل سید اکل جون خون دازه شوزه اول مهمونو نه خاطر نه وقت خیلی yok بسم الله yok السلام علیکم وو
واه واه نه یک خانگه را زوری شدیده نکن زوری؟ او زوریشا در چی بینه؟ یک خانگه هم باشه کو بلاش گیرم 20 کسا جاشیده گیر